فمن استر فی مخمصة، کسی که ناچار میشه در گرسنگی. عالی اسلام خامد احکامش مکمل تکمیل شد، محرمات اونجا بیان شده. اگر یک انسان در حالت کما میرسه، عالی سد رمق خدا میکنه، میموره، چی بکنه؟ آیا از چیزی حرام خورده میتونه؟ بله. کسی که ناچار میشه در گشنگی، غیر متجانف، که نمی باشه مایل به طرف گناه، یعنی زاید از قدر ضرورت نمیخوره یا برای لذت حاصل کردن نمیخوره، اینی را غیر متجانف لاسمین میگه، که میلان طرف گناه نداره. میلان طرف گناه وقت میشه که از حد ضرورت زیاد بخوری یا به خاطر لذت حاصل کردن بخوری. فإن الله، یقینا الله متعال غفور، مهربان ذات است، امیر عفو میکنه به قدر ضرورت، رحیم رحم کننده است که گناه را مرتب نمیکنه. یسألونک ماذا احل لهم، سوال از تو میکنه پیغمبر علیه السلام، ما کدام حیوانات است، کدام حیوانات است احل لهم که حلال کرده شده برایشان. صحابه کرام شکاری، مردم شکاری بودن. شکار دو قسم، توسط پرنده هم شکار میکرد و توسط تفنگام میکرد و توسط سگ هم شکار میکرد، یعنی آلات شکاری داشت و یکی آلات چیسته زدن شکار که توسط تفنگا و گپا داشت. در هر دو مورد صحابه کرام از پیغمبر علیه السلام سوال میکنه. آیت اول درسی که بر ما میگه چیزی که تعلق به حلال و حرام داره انسان باید اول پرسان از او را بکنه، بعد از او باز اقدام برای خوردن و نوشیدن از او بکنه، تا که برات معلومات نشده از یک چیز خوردن و نوشیدن نکن. دوستای ما نظر در عاشورا خورده نظر حسین، باز پسان میگه مولوی صاحب چطور است؟ تو روی خور سینه تا پر کردی بعد از او پرسان میکنی؟ اول چای تا زدی بعد از او پرسان میکنی؟ نه، صحابه واره پیش از پیش باید معلومات بگیری که آیا اینی چیز حلال است یا حرام. از او خاطر این خصوصیت صحابه بود که همیشه رجوع میکرد برای پیغمبر. قل بگوی پیغمبر علیه السلام وحل لکم الطیبات، حلال کرده شده برای شما چیزای پاکیزه و حلال، هر چیزی که پاک است، نجس نیست، گندگی نداره و همچنان حلال باشه، یعنی سبب تغذیه و نمو و پرورش انسان شود، لذت داشته باشه. و ما علمتم من الجوارح، و دیگه حلال کرده شده برای شما آن چیزی را که تعلیم داده، من الجوارح از جانورای شکاری، مکلبین در حالی که شما تعلیم داده باشه یا اعلا کننده باشه، هر دو معنا درست است. تعلمونهن که شما تعلیم داده باشه بینمی سگ یا باز شکاری، مما از دو تعلیماتی که علمکم الله، الله براتان تعلیم داده. کدام آداب شکار کردن که الله براتان تعلیم داده او را برای سگ یا برای باز تعلیم داده، اونم هم برای شما حلال است. فکلوا بخوره مما از آن چیزی را امسکنا علیکم که نگاه میکنه امی حیوان یا امی باز بالای شما، واذکروا اسم الله علیه، یاد کنی نام الله را علیه بالای امی حیوان وقتی اله کردنیتان، امی سگ یا باز. واتقوا الله، از الله بترسی. در این موقع هیچ کس همراه تا نیست، معلوم نیست که راستی این شکار مردار بود، کسی امی حیوان که روان کردی پیش از اینکه به تو برسانه خودش او را خورده و حرام ساخته شه، او تو میگی که نه، فقط تو الله تاسته، تقوای الله تو را مالی میشه که در حرام واقع نشوی. ان الله، یقینا الله متعال سریع الحساب، نادیده نگیری که یک آدم بی‌اعتنایی بکنه در حلال و حرام خورده بره، الله زود حساب کننده است. حالی کسی که شکار میکنه توسط یکی مسئله تفنگا بدو رفت، توسط تفنگ وقتی که زدی کدام شکاری و خون از پیش برآمد درست است، البته در چند صورت باز درست نیست. مثلا در هوا زدی پس از او آمد در سر چینار خورد، در سر یک سنگ تیز خورد، در این صورت باز برای تو جایز نیست. چرا؟ مرگ شده میتونه توسط یو سنگو یا در آب افتاد شده میتونه آب سبب مرگ شده باشه، این باز برای تو حلال نیست. اینی قطع تفنگ که میزنی. اینمی قسم اگر سگ شکاری را یا باز شکاری را اعلام میکنی شرایط داره. کدام شرایط است؟ اول تعلیم داده باشی، تعلمونهن، تعلیم داده باشی. دوم خودت به اراده خود اعلام کنی، شاید تو نباشه که تو هیچ خبر نداری سگ رفته یک شکار چی کرده کشته آورده، یا باز رفته یک چیز گرفته او را برای خود گرفته تو اعلان نکردی، از او خاطر چیزی را که به خود گرفته باشه برای تو حلال نیست. دو سوم امی شکار امی سگ یا باز خود شروع نکنه در خوردن، اگر به خوردن شروع کرد معلوم شد که برای تو شکار نکرده، به خود شکار کرده. این سه شرط. چهارم شرط در وقتی روان کردن یک اعلام کنی بسم الله بگویی، این چیست؟ چهار شرط شد. پنجم
امام ابو حنیفه رحمه الله شرط پنجم میگه باید زخمی بسازشه. چرا؟ از کلمه جوارح معلوم میشه، جانورایی که زخم میکنه. اما جمهور علما قائل به است که این جوارح اصل عادتا و غالبا یا چیزا را چیر میکنه که زخمی میکنه. این ضرور نیست که زخمی کنه یا نکنه. زمانی که این تعلیم داده باشه، می 4 شرطی دیگر را پورا کرده باشی، عالی بری تو جایز است که از این چیزا خوردن بکنی. عجیب است الله متعال چقدر انسان در هر مرحله زندگیش تعلیم میده. چی تعلیم میده؟ حیوان است، حیوان نجس، سگ است، سگ است، اما برای از اینکه 4 روز تو بر از این نان میپرتی، نان تو پیدا نکردی، سگم تو پیدا نکردی، تو خالقش نیستی، فقط نان یک لقمه نان بری سگ میپرتی. سگ آنقدر در خدمتت حیوان وحشی است، اهلی گشته برای تو، اهلی گشته، حتی در حالی که خود گوشت از خیلی دوست داره، اما چون که تو مالکش هستی بری از این نان و ایگا پا میدی، اما حیوان خیانت نمیکنه، پس سالم بری تو میاره. و انسان خالقی تو الله است، تو چرا میقدر در اموری که الله تو را مامور ساخته خیانت میکنی؟ سالم برای الله تسلیم نمیکنی، نه نمازی تا سالم تسلیم کردی، نه روزی تا، نه در موضوع حلال، نه در موضوع حرام. انسان چقدر یک نظر بندازه که الله متعال چقدر یک سگ چقدر وفادار است برای تو برای الله خود چرا جفا میکنی؟ و سنگا سجده کرده رایستی. یک باز از پرنده است، ایلا کدی بدر هوا چکر بزنه برای خود شکار کنه، اما او مردکه این قدر به زحمت پرنده را میگیره، در چنبال خود کوشش میکنه که نموره، پس به تو آورده رایست. چرا؟ تو توسط تعلیم اینی قدر کار کرده الله که برای تو توسط پیغمبر خود تعلیم داد، تو حالی چرا وفاداری نمیکنی؟ یقینا لحظه به لحظه برای انسان درسای عظیم است، درسای بندگی الله متعال، که واقعا انسان وفادار باشه به بندگی خود، به التزامات خود، به عقود خود، با پیمانای خود، قراردادای خود پابند باشه. لیکن همی انسان میبینی که 4 روز یک کمی زندگیش جور میشه، باز روزه را میخوره، باز شراب میخوره، باز در تلاش زناست، باز میبینی که کارایی میکنه که هیچ پرسان نکن، قتل متل برایش هیچ معلوم نمیشه. عجیب انسان است، فکر نمیکنه که من کیستم، مرا کی پیدا کرده و چقدر عاجز هستم. بله الله متعال ایران بر ما حلال کرده. بی پرنده هوا برای تو، پرنده هوا در کجا غذا خورده، از کدام مملکت سیر و سفر میکنه، میاید در دست تو میاد، گوشت لذیذی از او را تو استفاده میکنی. از نعمت الله خبر داری؟ پرورش ابو پرنده را کی کرده بود که گوشت لذیذش خورده رایستی؟ الیوم احل لکم الطیبات، امروز برای شما حلال کرده شده چیزای پاکیزه، حلال طیب هر آن چیزی را میگه که سبب تغذیه باشه، سبب فساد برای بدن نمیشه، حلال باشه. امروز براتان یعنی در حجة الوداع پیغمبر علیه السلام اعلان میکنه که حلال کرده شده برای شما طیبات. و طعام الذین اوتوا الکتاب، و طعام الذین، مراد از طعام اینجا ذبیحه است، حیوانی که ذبح شده باشه. چرا؟ مطلق خوراکای دیگه از کافران برای آدم حلال است. کافر برنج پخته کرده برای تو حلال است، به شرطی که برات معلوم نباشه که در نعوذ بالله قطع شراب مخلوط کرده شه یا در دیگه شراب بوده، تا کی گپا برات معلوم نباشه برای تو حلال است. در هتلای کفار میری غیر از ذبیحیش گوشتش نمیخوری، دیگه چیزایش میخوری. اینجا ذال کتاب ذبیحیش مراد است، حیوانی که ذبح کرده. الذین مردما اوتوا الکتاب، که کتاب برشان داده شده. در اصطلاح قرآن کریم اهل کتاب فقط یهود و نصارا است، کسایی که مشرک از خودم متدین مسلمان میدانه لیکن ندا به غیر الله میکنه، مشرک از ذبیحی از یا در اهل کتاب داخل نیست. چرا؟ در اصطلاح قرآن کریم اهل کتاب 2 طایفه شد، یکی یهود یکی نصارا. کسایی که در امت پیغمبر خودم میگیره مسلمان اما هست مشرک یا بعضی احکام الله را قبول نداره، او ملحد و زندیق است، ذبیحی از او به هیچ وجه حلال نیست. از او خاطر در خریدن گوشتا بسیار دقیق احتیاط شوه که از کدام قسم قصاب تو گوشت میگیری، چه قسم عقیده داره، بدانی که قصاب چه رقم آدم است. حالی این گپا نیست، مقصد که گوشتی خوب پیدا کنه، اولا که از سگ هم باشه میگه بدی، نعوذ بالله، او گپا نیست.
تلاش نمیکنه. خب اهل کتاب در اون زمان پیامبر علیه السلام امیر رقم مشرک بود، بله. عزیر ابن الله میگفت، عیسی ابن الله مشرک بود، اما بازم حلال شده بود. چرا؟ یک سلسله تخفیف و آسانی الله بالای امت پیغمبر. چرا؟ امت پیغمبر در اون مواقع دوچار حملات و جنگ بود، چی بود؟ فتوحات بود. میرفتن در اونجا چی را میخوردن؟ از او خاطر الله متعال حلال کرده. عالم امروز از اهل کتاب یهودی باشه یا نصرانی، خب مطابق همون کتاب کونی خود به مو ملتزم و پابند باشه. کدام سخنی که در کتابش ذکر شده پابندی همون سخن داره، علمانی نشده باشه. امروز در دنیای غرب به نام نصرانیت خود نصرانی معرفی میکنه، اما به حقیقت نصرانیت قطعا عقیده نداره، بلکه واز نصرانیت فرار کرده. چرا؟ به خاطری که نصرانیت واره تباه کرده بود، برباد کرده بود. از او خاطر عالی در دنیای غرب اکثرشان علمانی است. هیچ نصرانیت نمیشناسن. چی هست نصرانیت؟ یهودیت نمیشناسن. اگر این طور بود باز دیگه ذبیحهش حلال نیست. قرآن در صورت در زمان پیامبر که کدام اهل کتاب بود ملتزم بود برای کتاب خود، برای هم احکامی که در انجیل محرف و در تورات محرف بود برای از ملتزم بود. اونو طور اگر باشه حلال است. و طعامکم حل لهم، طعام شما حلال است برای ازوا. چرا طعام ما را میگه که برای ازوا حلال است؟ منظوری است که طعام ازوا برای شما حلال است، شما واره طعام نده. بالکل هتل داره میایه او میخوره طعام، بالکل سرش داده میتونی. یک یا اشاره به این میکنه که این طور در دلتان نگرده که طعام ما برای ازوا حلال، ازوا برای ما حلال نیست. نه، همین رقم که طعام شما برای ازوا حلال است، ازوا برای شما حلال است. والمحسنات من المؤمنات، زنان پاک دامن آزاد. محسنات اینجا زنان پاک دامن آزاد که کنیز منیز نباشه. من المؤمنات، از مؤمنا یا برای شما حلال کرده شده. والمحسنات، از همون خاطر مفسرین اختلاف داره که آیا زنی زانیه فاحشه را کسی به نکاح گرفته میتونه؟ بعضی میگه درست است، بعضی میگه نه نیست. الطیبات للطیبین، این آیات هم میگه دلیل است. چرا الله میگه حلال کرده شده برای شما محسنات؟ مراد است محسنات زنان آزادی پاک دامن است، فاحشه و بدکار نباشه. من المؤمنات، از زنان مؤمن باشه نه مشرک. والمحسنات، زنان پاک دامن عفیف، فاحشه و بدکار نباشه. من الذين اوتوا الكتاب، از کسانی که برشان کتاب داده شده. من قبلکم، پیش از شما کتاب داده شده. زنان از آن برای شما حلال است. اذا اتیتموهن، خو شرط است در آن وقتی که بده برشان اجورهن، مهرهایشان، محسنین که نکاح کننده باشه، غیر مصافحین، نه زنا کننده، ولا متخذی اخدان، و نگیرنده یاران دوستی چی پنهان، دوستی پنهان قایم نکرده باشه. آمدن در قرآن نشستن توبه کردن گفتن که واقعا ما در بدر شدیم، خصوصا کسایی که تعلقه دینی با قرآن و حدیث هیچ نداشت. او واقعا مردم افغانستان در اون حالتی که اجداد کرد بیچاره 5 بنای اسلام هم یاد نداشت. در پوانتون میگه یکی دیگه خدا میگفته بنای سیوم چیست. تا دونم حالت بودن، رفتن تباه و برباد شدن. الله رحم بکنه. این مشکلاتی است که هجرت یک طرف فایده ها داشت، دیگه طرف خیلی نقصان هم داشت. خب اینجا میگه محسنین باشه، نکاح کننده و زنا کننده نباشه، محسنین باشه، نکاح بکنه. نکاح برای اهداف خاص میشه، تشکیل خانواده، به طریق دوام روابط زناشویی میشه. پس اگر روابط به طریق موقت باشد، در دین وجود نداره. پیغمبر علیه السلام در موقع ضرورت در سفر نکاح موقت یا نکاحی که امروز به اصطلاح صیغه یاد میشه حلال کرده بود. بعد از پیغمبر اعلان کرد که حرام است ابدا تا روز قیامت. این روایت هم علی رضی الله عنه میکنه، خود علی. از او خاطر نکاح موقت قطعا وجود نداره. خب در اینجا زنان اهل کتاب برای مسلمانان حلال، اما زنان مسلمانان برای اهل کتاب حرام. چرا؟ زن زود زیر تاثیر شوهر خود میره. هر عقیده که او داره از او خاطر گرویدی عقیده هم از او میشه. اینجا در افغانستان این جنابای محترم، این پدرها، این مادرها که سعی نکردن که کیسته گفت، فقط متوجه ازی بود بلدنگ داره، موتر داره، خانه داره، وظیفه داره. ده هر کس دختره که خدا پیش کرد، دختره که برد نعوذ بالله آلی بیدین ساخته شه. پدر و مادر در روز قیامت دختر دست خدا در جاغیت میپرته است. تو سوال میکنه پدر و مادر مرا در کی دادی؟ عقیدهش سوال کردی یا نه؟ اینجا هیچ پرسان نمیشه کی مشرک است یا نه.
این کی کدام رقم است؟ مردمای هستن که ابوبکر و عمر لعنت میگه، جبت و طاغوت میگه، صحابه را مرتد میگه، عایشه را زانیه میگه، قرآن کامل نمیدانه، ناقص میگه. اگر تسنن است اگر تشیع است، هر کدامش کی باشه که طوری عقیده را داشته باشن، نکاح باطل 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 است. در روز قیامت پدر و مادر جواب میگه که دختر دا کی داده و چه قسم داده. و همین ملاهای درباری هم باز اونجا جواب میگه که چطور میگفتی که نکاح در بین ازی و ازی درست است. آیا یک کسی که قرآن ناقص بگوید، هر کس کی باشه نکاح قطعش درست است؟ عایشه رضی الله عنها که نصی قرآن با براءت و پاکیش نازل شده و او بگوید که نیست زانی است، اون نکاح قطعش درست است؟ کلا قطعا نه. امروز دو گپا نیست. والا در امریکا زندگی میکنه، در امریکا زندگی میکنه، شراب میخوره، دینش نمیشناسه، دختری تو هم میبره شرابی جور میکنه. نکنی خیر از غریب بیچاره متدینه دختری تا نبدی که لا اقل دو دشنام نخوره. در روز قیامت همی دخترکی تان در جاغی شما دست نندازه الله را بگه که یا الله من خود نمیفهمیدم در اختیار پدر و مادر بودم، مرا به این طور بیدین داد که هیچ پرسان نکن. همون طور شده شما در این جرم گناه شریک هستی. اگر هر کاری غلط و ناروا و شرک که او میکنه کفره، همین پدر و مادر قطع شریک است. چرا پدر و مادر دین سعی نکرد؟ گفته پیغمبر خود در نظر نگیرید. تنکح المرأة لاربع لمالها چیست لحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات دین تربت یطاق. پیغمبر برای توصیه نکرده بود صاحب دین ترجیح بده، لیکن تو ترجیح ندادی. خب عمر رضی الله عنه زنان اهل کتاب نمیمان حاکما و مامورای خدا که زنای اهل کتاب چی بکنه؟ نکاح بکنه. چرا مخالفت میکرد؟ مخالفت حکم الله را میکرد؟ نه، گفت حلال است. اما این زنا داخل شد در بین جامعه ما، یکی خود جاسوسی کرد و به قصد اینطور زنا را به نکاح میدادن، کلی رازای مسلمان ها را کشف میکرد، اونجا پس میبرد. یک دوم سبب پسندازی زنای مسلمان شد. پسندازی چی رقم است؟ واخو خدا بگه صابونک زده و خیر چیسته نعوذ بالله جلوگک میداد، از او خاطر کل رجوع به او طرف میکرد. مردم ها خو پشت ازی نمیگرده، پشت هم زنای لشمک خیلی زیاد میگرده دیگه. از او خاطر رو آورده بودن مردم به او طرف. عمر رضی الله عنه گفت من اجازه نمیدم که شما این زنای ما اینقدر بی قدر و بی عزت شوه. نه، شما باید نکاح از اینجا بکنی. امروز هم همون قسم حالت است. الله رحم بکنه. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. و من یکفر کسی انکار میکنه بالایمان آنچه که ایمان آورده، یعنی به کدام چیزایی که ایمان آورده از او انکار میکنه. حلال بودن یک شی، حرام بودن یک شی، ای کلش تعلق به ایمان داره. و تو ایمان آورده بودی آلی ای را نمیدانی حلال، نمیدانی حرام، چیزی را که الله حلال کرده او را حلال نمیدانی، حرام کرده حرام نمیدانی، فقد حبط عمله، یقینا تمام عملش باطل و برباد شده. چرا؟ کفر و شرک کلی اعمال نیک انسانی را از بین میبره. و هو فی الاخرة، اینمی آدم در آخرت من الخاسرین، از جمله مردمایی است که سخت تاوان کرده، بیخی تاوانی شده. چرا؟ به خاطری که توسط یک کفر و شرک خود کلی محنت خدا، زحمت خدا قطع خاک یکسان کرد. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، این دعاست، احکامی که متعلق به مؤمن است، مقتضیات ایمان است. اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که شما میخیزی برای نماز، یعنی اراده داری برای خیستن نماز، فغسلوا، بشوی وجوهکم، رویایتان، و ایدیکم، دستایتان، الى المرافق، تا آرنجارا، و امسحوا برؤوسکم، مسح بکنی سرایتان، و ارجلکم، بشوی پایایتان. چرا عطف شد؟ ارجل منصوب است، زبر داره لام. الى الكعبین، تا کجا را؟ تا بجلکا را. و این کنتم جنوبا فطهروا، اگر شما در حالت جنابت باشه خوب خدا پاک کنه، خوب مبالغه در پاکی کنه. و این کنتم مرضی، اگر شما مریض باشه، او علی سفر، یا در سفر باشه، او جاء احد منکم، یا آمد یکی از شما، من الغایت، از قضای حاجت، او لامستم النساء، یا شما هم بستری برای امرای زنایتان کرده باشه، فلم تجدوا، در چار حالت شما پیدا نکردی ما انابه، فتیمموا، تیمم کنه، سعیدا، خاک زمینه، طیبا، روی زمینه، طیبا که پاک باشه، فامسحوا، مسح بکنی بوجوهکم، بر رویایتان، و ایدیکم، به دستایتان، منه از روی زمین.